خدایا خودت که منو توی دنیا آوردی، ازت خواهش میکنم بتونم جواد رو پیدا کنم. یعنی الان کجاست؟ داره چی کار میکنه؟ یعنی الان براش اتفاقی افتاده؟ یعنی چی شده الان؟ داری چی کار میکنی؟ تو هر جا که میرفتی حرف از امید و توکل میزدی، بعد الان داری خودتو میکشی؟ تو اینا رو از کجا میدونی؟ برو تنام بذار دیگه. برو تنام بذار. ببین بچه نشو، هر چی که تو دلت رو بیا به من بگو. دوست دارم پرواز کنم به دوردست ها، روزی که بهشت اسم منو فریاد بزنه. بگو جهنم اسم تو رو فریاد میکشه. برو، دارم خودمو میکشم. دارم خودکشی میکنم. از این زندگی خسته شدم. تو میدونی دلار چند شده اصلا؟ میدونم همه چیز گرون شده، ولی ولش کن، تو میتونی. دلار شده 135,000 تومان. تو میدونی یه نوشابه بزرگ چند شده؟ 35,000. نه 65,000 تومن. 35,000 تومن برای 2 سال پیش بود. بعد تو میگی زندگی قشنگه. ولی تو نباید امید تو از دست بدی. امید من خیلی وقت از دست رفت. میخوام پرواز کنم از این دنیایی که پر از جهل و نادانی و کثیفی و فساد، از خودمو بکشم. البته میدونم میرم جهنم، ولی نه، نمیرم جهنم، میرم بهشت. از کجا میدونی؟ اصلا تو کی هستی؟ خودتو.